سلام و وقتتان بخیر. امروز سه شنبه مصادف است به 15 جوزای سال روان. توجه نمایید به اخبار کوتاه این ساعت از آژانس اطلاعاتی باختر. هیئت اندونزیایی میگوید که رسانه ها خلاف حقیقت عینی در افغانستان تبلیغ می کنند. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با محمد یوسف کالا معاون ازبق ریاست جمهوری و رئیس فیلی هلال احمر و شورای مساجد اندونزیا و هیئت همراهشان میگوید که افغانستان و اندونزیا مشترکات زیادی با هم دارند و علاقمند گسترش روابط و همکاری ها در عرصه‌های مختلف بین دو کشور اسلامی هستیم. در ادامه هیئت اندونزیایی گفتند آنچه که ما از افغانستان در رسانه‌ها در مورد امنیت و دیگر موضوعات شنیده بودیم تبلیغات بوده، بلکه درباره تامین امنیت و در بخش اقتصادی کارهای زیادی صورت گرفته است. همچنان اندونزیا آماده همکاری و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان است. کودک ربوده شده بلخی با آغوش خانواده‌اش بازگشتانده شد. کودک ربوده شده بلخی پس از 8 روز با آغوش خانواده‌اش برگشت. این کودک در شهر مزار شریف هنگامی که به سوی مکتب میرفت از سوی آدمربایان ربوده شده بود. ملا عبدالرازق راشد مسئول پلیس بلخ میگوید که این کودک در عملیات ویژه نیروهای امنیتی و استخباراتی روز گذشته از چنگ آدمربایان نجات داده شد. بازگشت 303 خانواده از ایران و پاکستان به کشور. 303 خانواده در جریان یک شبانه روز از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. به اساس گزارش ها 53 خانواده از طریق بندر ترخم، 40 خانواده از طریق اسپین بولدک قندهار، 92 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و 118 خانواده از طریق بندر اسلام قلعه هرات به کشور بازگشتند. گفتنی است که مسئولان امارت اسلامی با ورود این خانواده ها به آنان کمک کردند. پیروزی افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازیش در جام جهانی 20 آوره یوگاندا را شکست داد. در این مسابقه افغانستان 184 امتیاز هدف تعیین کرد که در نتیجه یوگاندا با کسب کردن 58 امتیاز و با تفاوت 125 امتیاز بازی را به افغانستان واگذار کرد. گفتنی است که تیم ملی کرکت افغانستان روز شنبه هفته آینده در برابر زیالند جدید به میدان می رود. تشکر از توجهتان به اخبار کوتاه این ساعت از آژانس اطلاعاتی باختر.